باشه. خدا پدر آسمانی ماست. هر نفر در این دنیا یک بچه خداست. به خاطر اینکه ما بچه خدا هستیم، او ما رو خیلی خیلی دوست دارد. یک محبتی کامل دارد برای ما. به خاطر این محبت او میخواهد که ما پیام او یاد بگیریم، مجد عیسی مسیح، این رو زندگی کنیم، به عیسی مسیح بیاییم و نجات پیدا کنیم. ولی برای اینکه میتوند یاد بدهد، میتوند یک چند آیین ها مثل تعمید انجام بدهد، خدا خودش به دنیا نمی آید. این رو میدونیم. ولی او پیامبران رو میفرستد و انسان هایی میفرستد که آنها در برنامه خدا میتونند یاد بدهند و این آیین ها برای ما انجام بدهند. و یک نفر برای اینکه در نام خدا میتوند کار کند، برای اینکه کار خدا برای رستگاری همه میتوند انجام بدهد، خدا به او یک اختیار میدهد. این اختیار ما کشیشی میگوییم و این اختیار میدونیم به مدت تاریخ به پیامبران داده شد. هر پیامبر این اختیار داشت. وقتی که پیامبران و مژده رد می شود، این اختیار گم می شود. ولی هر دفعه که خدا این مژده یاد می دهد و این آیین ها به ما می دهد مثل تعمید، همیشه این اختیار داد. و این اختیار کشیشی قدرت خدا برای اینکه در این دنیا ما کار خدا رو میتونیم انجام بدهیم. و ما اعضای کلیسای عیسی مسیح مقدسیان آخرین زمان ایمان داریم که این اختیار کشیشی، این قدرت خدا در این آخرین زمان بعد از اینکه گم شده بود دوباره باز آوری شد. اولین به یک پیامبر داده شد، اسمش جوزف اسمیت، و از جوزف اسمیت تا الان پیامبران ادامه داده شد و الان یک پیامبر زنده داریم اسمش توماس مانسون. و اینجوری در کلیسای عیسی مسیح از پیامبر تا هر مردی که برای این اختیار آماده است میتونیم کشیشی این قدرت خدا داشته باشیم و اینجوری خدا کار خودش انجام میدهد برای رستگاری همه دنیا. من میدونم که قدرت خدا واقعاًه و این اختیار برای رستگاری ما لازم، زیرا اینجوری کار خدا انجام می شود و اینجوری ما میتونیم به عیسی مسیح نزدیکتر شویم و به وسیله او نجات پیدا کنیم. و این را در نام عیسی مسیح میگویم. آمین.